این خیک یا مشک هستش که داخلش روغن حیوانی ریختن و قدیم از پوست بز و گوسفند و گوساله درست میکردن که برای نگهداری و حمل آب و دوغ و روغن استفاده میشده بین عشایر ایران باستان. یعنی کلا پوست گوسفند که درسته و بدون شکافتن و کنده باشن و بهش میگن خیک. اگه حالا پشم روی پوست هم کنده باشن و دباغی کرده باشن هم بهش میگن مشک. روغن حیوانی رو با خیک‌های کوچیک دارن از 1 کیلو تا 3 کیلو. البته روغن رو داخل ظرف‌های دیگه مثل ظرف‌های عسلا هم میفرستن، میتونید سفارش بدین براتون بفرستن، ولی خب توی این خیک عطر و طعم بهتری داره دیگه، حالت سنتی داره و این روغن حیوانی‌های گاوی کاملا سنتی هستن، عطر و بوی خیلی خوبی داره. 40 تا 60 روز زمان لازم داره که داخل این خیک‌ها درست بشه. فقط اگر داخل خیک خواستین حتما بهشون بگین که براتون بذارن داخلشون. اون برگ آزمایش رو هم میدی یه لحظه. همه عسل‌های ژیناسو البته ساکاروز زیر 2 هستش، حتی ساکاروز 1.5 هم دارن، ولی استاندارد ساکاروز هم میدونید که باید زیر 5 باشه، ولی عسل‌های ژیناسو همش زیر 2 هستش. یه دونه برگه ضمانت هم بهتون میدن که با افتخار تا آخرین قطره گارانتی میشه. نوشته که اگر عسل 100% طبیعی نبود 2 برابر هزینه عسل رو به همراه هزینه تست کیفیت رو در کمتر از 48 ساعت بهتون میدن. یعنی ببرید آزمایشگاه، اگر اینجوری نبودش بهتون برمیگردونن در کمتر از 48 ساعت. نمیگن که الان واریز میکنیم، فردا واریز میکنیم، هفته بعد واریز میکنیم. امضا هم کردن. روغن حیوانی سنتی هم که بهتون نشون دادیم و توت خشک و رب انار محلی هم به هر دلیلی اگر ناراضی بودین، از کیفیت محصول راضی نبودین، هزینه رو در کمتر از 48 ساعت بهتون برمیگردونن. واقعا آفرین بهشون میگیم به خاطر اینکه اینقدر اطمینان دارن به محصولاتشون. بریم سراغ عسل بعدی. عسل یا رب اناره؟ بله، عسل آویشنه. عسل آویشن طبیعی مناسب ترین عسل برای افراد دیابتی هستش که درشو باز نمی‌کنی بعد از عسل درمانی، البته که پرولینش هم 790 به بالا هستش. بریم سراغ این نکی. فکر کنم این نکی عسل 40 گیاه باشه. اشتباه کردیم، عسل گون هستش که مورد پسندترین عسل برای بچه‌ها و در واقع خردسالان هستش. این عسل به خاطر شیرینی و طعم خاصی که داره این مقدار روشن‌تر هستش رنگش. عسل 40 گیاه اینکیه. این عسل مناسب افرادی هستش که آلرژی فصلی دارن و آلرژی تنفسی فصلی. و اینور هم رب انارهای اصل و ارگانیک کردستان رو داریم که از باغ‌های انار کردستان تهیه شده بدون هیچ گونه مواد افزودنی و کاملا سنتی و خالص. دو تا طعم ترش و ملس رو دارن. و در آخر هم توت خشک لوکس کردستان که کاملا آفتاب خوش شده بدون دستگاه میوه خشک‌کن و مواد افزودنی خوش شده. ببخشید، داخل باغ‌های توت کردستان خوش شده این توت. ببینید چقدر یه دسته. البته دو نوع داشتن از این توت که امسال تموم شده یکیش. امیدواریم که سال آینده نوع دومش هم دوباره بیارن. تمامی محصولات از دیار کردستان هستش و از سایت هم میتونید خرید کنید که توی بایر پیجشون هستش و نماد اعتماد هم داره. میتونید ببینید. ارسال رایگان هم دارن به کل ایران برای سفارش‌های بالای 350,000 تومان. گارانتی هم که گفتیم تا آخرین قطره محصولات گارانتی داره و برگه گارانتی هم بگید که براتون داخل بسته بفرستن. یه نگاهی بندازین. برای ما فرستاده بودن.